ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ با افتخار 675مین سالگرد کمال خجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتاری هشتم را از سلسله خوانش بدیعی از روی رمان نویسنده ازغی پیرهه قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. صبحی ودا فرا رسید. خواجه کمال و محمد به حولی درون در آمدند. دیدند که زنی بسیار جمع شده است. آنها سر خم کرده به تعظیم به پیشواز خیستند. مادر فرزندها را به آغوش گرفته ببوسید. مادر جان محمد در حولی بسیار پدرم دست تنهایی نکشند. من برآمده به آن کس یاری کنم. شما با استاد به ایبا صحبت کنید. سلامت باش فرزندی عزیز. تو که با برادرت همراه هستی خاطرم جمع. دست به دعا کشاد. الها سرتان از سنگ باشد. به هم دیگر پشت و پناه شوید. روی درد را نبینید. سفرتان بی خطر شود. به مراد و مقصدتان رسید. صحت رفته سلامت برگردید. خدا یارتان باد. آمین. زنان به مادر پیروی نمودند. با آوازی بلند آمین گفتند. محمد برآمده رفت. پسرم، هرچی زودتر سفر را انجام داده برگردید. عمر به مثل آبی روان است. شب می گذرد، روز می گذرد. بیخواست دیدید که به مره رسیده اید. از شما فرزند می ماند و بس. همین که برگشتید توی کرده شمای و محمد را خاندار می کنیم. یا الله و یا نصیب. مامای شما زنی فاضل بودند. روزی به دنیا آمدن شما گفته بودند که عمری دراز می بینید. من باری اول می بینم که نخست فرزند با این آسانی تولد می شود. این علامت آن که پسرتان سفر را دوست می دارد، سیاح می شود. گفته های مامای شما راست برآمد. 6 سال تمام در سمرقند بودید. 2 سال در این میان نگذشته باز به مکة الله رفتنید. قسمت پیشانی مادر زار همین بود است. فرزند عزیز، دانید که شب و روز 2 چشم مادر برای شما 4 است. ما و پدرتان پیر شدیم. زمانه ها همیشه ناتینج. شهر خجند مکان جنگ و تلاش است. توانگری از آفتاب برا سر برداشته به ضبط ملک آفتاب شنم رود. خجند را زیر پا کرده می گذرد. از آفتاب شنم خیزد وی هم سری راه تیغش را به خون خجندی آب داده می گذرد. مادر به پایان رسیدن صحبت را احساس می کرد. سیل اشک به رخسارهایش روان شد. فرزند را سخت به آغوش می گرفت. کمال هم خودداری کرده نتوانست. گریه کرد و دردانه های چشم به سر و روی مادر می ریخت. با آواز گریه آلود بیت های زیرین را بخواند. ایا مادر، مریزد اشک دیده، که زان خوناب ریزد قلب ریشم. بسوزم آه می خیزد جهیده، زداغ و درد من بسملی خیشم. به خود جسمی در آتش می برم من، دل و عقل و هوشم اینجا نهاده. جگر بندی شما و کشورم من، روم دل را به یاد یار داده. مادر اکنون ناله کنان می گریست و با سر کتف نفس می گرفت. نفسش را اندکی راست کرد و این مصرع ها را قرائت نمود. خدا داند دعاگوی تو هستم. اگرچه می بری صبر و قرارم، همه شب شمع سوزان روی دستم. 2 دیده در رهت من انتظارم.
خداوندا سفر را بی خطر کن. سلامت آید و بر آستانش، مروت کن بوی ای چرخ گردون، بیاید با طرب بر آشیانش. مادر سر روی پسر را بی حساب ببوسید تا تگی دری وسط دو حوله گسیل کرد. در روی راه کلان بر سر انهار یک گروه جوانان دیده به راه دوخته انتظار می کشیدند. سواره ها از دور آنها را نشناختند. اندکی پیش رفتند و خود آنها به پیشواز در تاز آمدند که شاگردان مدرسه بودند. خواجه کمال و محمد از اسب فرامده هر یکی را به کنار کشیده می بوسیدند. جلوی اسب به دست با شاگردان قدم زده تا کنار جویبار پیاده آمدند. خواجه عبدالله اسب سوار پیشتر رفت و به سید فرخ خبر داد که شاگردان می آیند. آنها از نیت خود به من چیزی نگفتند، عرض نمود مدرس. مرا خبردار نکردند، وگرنه با عرابه گرفته می آوردم. برای شاگردان جای مخصوص ساز کردند. آنها به خودشان دسترخوان آراستند. هر یکی بر دوش بارخلطه‌ای داشت که پر از انواع خوردنی بود. کاری به مصلحت عملی نادان است. از شاگردان اندکی رنجیده گفت تنبوری: آنچه شما آوردید برای اهل یک محله می رسد. 10 روز خورد و خوراک می شود. انا ببینید در دیگ معرکه شوربا می جوشد. برای کباب به 100 سیخ گوشت زده ام. 1 تغاره قورداغ و حسیب آوردم. باز شما اینقدر چیز آوردید. برای خورده تمام کردن 1 هفته وقت در کار. زاری کنید که استادان شما 1 هفته اینجا مانند، وگرنه باقی مانده اش را پشتاره کرده به خوجند میبرید. نصرالدین به جوانان طعنه میزد، اما خود سر نبرداشته کار میکرد. از پی پخت و پز میشد. امروز بزم دیدار غنیمت است. عرض نمود سید فرخ: ما تا سحرگاهان صحبت خواهیم کرد. روکشایی آفتاب را به سری تپه برآمده میبینیم. بعد از ناشتا شاعر و محمد را گسیل میکنیم. کسی که به شب زنده‌داری حوصله دارد شریک بزم ماست، گفت تنبوری. در بیدار خوابی ها ناعهده برا باشد، به نزد شاگردان برود. شباده کنار چشمه در نیمه شب به بدنها فارم می رسید. حلاوت می بخشید. چشمان کس به خواب مایل می شدند. ولی صدای نی و دایره و تنبور بلند می شد. آواز نصرالدین تنین می انداخت یا محمد شعر قرائت می کرد. خواب از دیده ها می پرید. خواجه محترم به کمال مراجعت نمود. یک نفر از پدران: من بیبی کلانی 93 ساله دارم. فرزند من شاگرد شما ذوق بلند را نشان داد. عبیره همان کس. در کسب زرحلدوزی نام برآورده اند، اما 8 سال می شود که به دست سوزن نمی گیرند. مخلصی ایجادیات شما هستند. هر شعری که دسترس شد از یاد می خوانند. 1 ماه پیش صندوق گشادند و از متاع زردوزی های پیش بافته بگرفتند و جامه دوختند. ما در تعجب بودیم که این جامه مردانه برای کیست؟ و ما فهماندند که به مدرسه می آیند، دستتان را می گیرند و به شما مرید می شوند. عزم سفر کردن شما را شنیده غمگین شدند. به من فرمودند که جامه را با عبیره اشان آورده به شما بپوشانیم
تا با خود ببرید. ذوق بلند با پدرش جامه را به کمال پوشاندند، به میانش کمری زرین بستند. مادر کلان تاکید نمودند که این بیت را به شما بخوانم: خلق ز نقصان حال، بی خبرند از کمال، کس همه بی قل و قال، گوی سعادت را بود. بنده بی حد ممنونم که محصول دستی مبارک زنی کهنسال دیارم را با خود میبرم. دریغا که از نیت این پیرزنی صاحب همت قبلا آگاه نشده ام، وگرنه خود به زیارتشان میرفتم، دعا میگرفتم. صبح دمید، سری تپه روشنایی شد. خرد و کلان به تپه برآمدند که سربرداری آفتاب پگاه را ببینند. لحظه چهره نمایی خورشید بس دلفریب بود. نصرالدین تنبور زد و یک نوازی نمود. آفتاب گویا با ساز او بالا میخیست و به دور و پیش پیراهنی نور میپاشاند. همگان دوباره به سری دسترخوان آمدند، ناشتا کردند، مشاقان نواختند. تنبوری به غزل خواجه کمال باز یک سرود خواند و در انجام آن اشک ریخت. از شما دوستان هزارها بار منت دارم. از صحبت امشبه به دلم محبت شما و مهر دیار افزون شد. خدا خواهد هرچی زودتر برمیگردیم. همین طور نه محمد؟ انشاءالله گفت شما می شود. همه آمین گفتند. خواجه کمال از بغل کیسه دفتری را برآورده به نصرالدین تنبوری داد. این شعرهای آخرین من محمد رو نویس کردند. تنبوری دفتر را گرفته ببوسید، شاعر را به آغوش کشید و عرض نمود: ما همگان می خواهیم که وقتی ودا از زبان شما شعر بشنویم. میل دلم بروی تو هر دم زیادت است، وین حد دوستی و کمال ارادت است. هر بامداد روی تو دیدن به فال نیک، ما را دلیل خیر و نشان سعادت است. تو آفتاب عالم حسنی و جان ما، دایم ز فیض روی تو در استفادت است. خوش خاطرم ز درد تو و از بحر مصلحت، گر ناله می کنم غرض من عیادت است. گر عادت است رسم تکلف میان خلق، ما عارفیم و عادت ما ترک عادت است. صدق کمال ساده درون و کمال صدق، از هرچی در گمان تو آید زیادت است. پدر که تا این لحظه غمگین و آرام بود، به مثال ولقان بی خواست رو کشاده، درد و علم دلش فواره زد و هنگاس زده گیریست. کمال و محمد را بدو برگرفت، سرهاشان را به هم جفت کرده خود به سر آنها سر نهاد. از درگاه خدای تعالی امید دارم که روزی باز دیده به دیدار می رسد گفت. خواجه کمال، معجزی سمرقندی و محمد از پس کوچه‌ای که در هر دو طرفش عمارت و دیوارهای بلند قد افراخته بودند می رفتند. اگرچه نماز بامداد به آخر رسیده بود و مردم از پی کار و بار خویش می شدند، در این پس کوچه آدم خیلی کم می نمود. دوستان تا رسیدن به خمگشت کوچه دیگر با 3-4 نفر روبرو آمدند و بس. وسط کوچه لای بود. راهگذران از کنار آن می گذشتند. زنان
به چادر و رویمال پشمین پیچیده بودند. خواجه التماس ندوید، خواهش نمود معجزی. کجا دیدید که من میدوم؟ اعتراض کرد کمال. محمد شاهد است که پیشا پیشی باد می روید. معلوم می شود پس از تعریف و توصیف شاعر بساطی خسی راه شده ام. شما خصلت خسشوی ندارید. کی هاست که قسمت خواجه کمال مقرر شده است و آن را خودتان تقدیر کرده اید؟ یعنی بفرمایید. سنگ بدطینت اگر کاسه زرین شکند، قیمتی سنگ نفزاید و زر کم نشود. منت دارم دوستی عزیز. سمرقند را به افتخار استادم سید فیروز و توسط شما دوست می دارم. اگر عزم سفر مکة الله نمی بود همین جا می ماندم. سرگرمی گفت و گذار به تکی دروازه استاد نیکنام رسیدند. دری پهلوی دروازه باز شد. از حولی بیرون آواز خدمت پناه سید فیروز می برآمد که به شخص انگشت می فرمود. وی مهمانان را با چهره خندان و مهربانی های بی پایان استقبال کرد. مرحمت مرحمت، استاد دو چشمشان برای شما بسیار انتظاری کشیدند. سید فیروز 2 هفته می شد که در بستر بیماری خواب بود. وی ذوق مطالعه و صحبت نداشت. به سمرقند آمدن خواجه کمال و محمد را شنیده دردش سبک شد و خویشتن را خیلی خوشحال می دید. ولی در عین زمان به تشویش افتاده بود که به آمدن کمال چند روز شده است و چرا از وی درکی نیست. کمال چون به آستان خانه قدم نهاد بیتی بخواند: اگر چو شمع به پایان رسد هلاکت من، بگو کمال به تیغش که از سرم بکشد. استاد گرامی، بنده گنهکار به زیارت شما آمد. پیش پای نیکنام زانو زد و سر به زمین انداخت. نیکنام نیز به سر زانو نشست و هر دو 3 بار کتف بر کتف نهاده واخوردی کردند. با که نه، گفت مدرس، میدانم که هم سبقان مکتبی دست گرفتند، ضیافت آراستند و محکم به شما چسبیدند. من شریک درسان شما را میدانم. آخر خودم تربیه کرده ام. از ماست که بر ماست. استاد، به بستر شینید، به بالش تکیه کنید، اذیت نکشید. شما را دیدم و خود را گم کردم. محمد، دوستی جوان من، پیش بیایید شما را ببوسم. محمد هم خم شده پیش آمد. سر به کتف استاد نهاد، دستان او را به دست گرفته پیش چشمش برد. سید فیروز را به سر میز 4 پایه نشاندند. وی دست کشاده در حق مهمانان دعا خواند. بعد آمین خوش آمدید گفت. در سر دسترخوان نیکنام گفت: هر شاگرد که به یادم رسد کوشش میکنم طرح رویش را پیش نظر آورم. اکثر خیره میتابند و پره درک کرده نمیتوانم. البته این نشانه پیری است، اما شما و معجزی با سیمایی برجسته واضح و روشن نمایان میشوید. ما با دعای شما زنده ایم، گفت خواجه و هر دو شاگرد با محمد برخیستند. مرا معذور دارید، من بعد از جا نخیزید. 3 ماه قبل از این مرد هندوستانی به زیارت بنده آمده بود. دانشمندی زباندان بوده است. ابراز داشت که زبان را از روی شعر شاعران می آموزد. غزلی از شما خواند خواجه.
پرسیدم که این شعر را از کجا پیدا کردید؟ پاسخ داد که از دکان خطاط هندوستانی از اشعار شما کتاب مرتب می ساخته است. خطاط شاگرد بسیار دارد، عرض نمود عالم سخنشناس. صحافی کرده کتاب را که تخت نمود به شاگردان می دهد برای نسخه برداری. آنها از روی ذوق خود به کتاب نقش کشیده حاشیه اش را آرایش می دهند و در صحیفه آخر مهر کشیده اسمشان را ثبت می کنند. همان عالم و سیاح هندو چون بنده به اعزازش از جای برخیستم، روی ترش کرد، برخیست و به در رفتنی شد. سبب این رفتار او را پرسیدم. صحبت پایان یابد یا ضیافت به آخر رسد، از جای خیسته اعزاز می کنند و مهمان به در می رود. شرح داد مرد هندو. ما مهمان نیستیم استاد، نیتی به در رفتن نداریم. برای این سخن بنده باید به احترام شما بخیزم، ولی پندارید که من هندویم. گفته دو دستش را جفس نموده به صفحه پیشانه نهاد و خود را هندو آراست. خود با ذوق بخندید. استاد از روی دسترخوان باغبانک انگور گرفته به هر یکی یکتایی داد و گفت انگوری از همه شیرین و بی جرم باغبانک است. از بس که سرش خورد به حد کفایه آب و غذا می گیرد و شیرین می شود. باغبانها این حق و نصیبه ما گفته دعوا می کنند. به تاکزارها روید، حتی بعد خزاندیز هم باغبانک پیدا می شود. مردمی که به گور کردن تاک می روند باغبانک خورده از انگور سیر شده می آیند. معجزی. لبی استاد. در این چند روز از اشعار خواجه کمال بسیار شنیده اید. نه آنقدر استاد. چرا؟ فرصت را غنیمت ندانستید مگر؟ بعضی ها باعث گرفت خاطری خواجه شدند. اگر محمد نمی بودن ما از پدیده های سالهای آخر دوستمان بی نصیب می گشتیم. واقعا خواجه تحصیل شاگردتان چطور؟ سوال کرد سید فیروز. به شما هر قدر منتداری اظهار کنم باز کم است. محمد نه تنها فردی صاحب ذکاوت، این چنین مردی با صداقت برآمد. پدر و مادرم او را به فرزندی قبول کردند. پدر و مادر شیخ هم مرا پسری خود خواندند. شیخ گفتن من بی اساس نیست. ماه شریف رمضان برای تکرار و پخته کردن کلام الله او بعد از تراویح به مدرسه رفته به بری تلاوت کنندگان نشست. قرائت او چی برای مدرسان چی برای سامعان به غایت پسند افتاد. شبی که قرآن را ختم کردند، مدرس مدرسه مزار محمد را شیخ مزار حضرت بابا اعلان کرد و ردای مله پشم اشتر پوشاند. مبارک باد، من بی‌حد شادم. از این والدین هر دویتان بردی کلان کرده اند. معجزی. بعضی ها گفته بساطی شورانگیز را در نظر داشتید مگر؟ بله استاد. خواجه کمال آزرده نشوید و شکر گویید که ملک الشعرای دربار نیستید. گردی عمل و خان دربار نشأه غرور دارد. واقعاً به چی نیت به سفر برآمده اید خواجه؟ پیش از همه به زیارت شما آمده ایم. خواهش داریم که فاتحه بدهید. ما به سفر مکة الله برآمدیم. سید فیروز به آهستگی سر جنباند و دمی خاموش ماند. پس برای ودای واپسین آمده اید. چرا واپسین؟ ما هم رخت سفر بسته ایم. تنها به دعوت نگرانیم.
ولی سفری ما سفری آخرت است. خوب کردید که آمدید. مرا شرفیاب ساختید که برای سفری مکة الله به شما دعا دهم. دست کشاده دعا داد. همه آمین گفتند. خواجه کمال همیانش را به نیکنام دراز کرد. این برگ سبز بنده را قبول کنید. تحفه‌ای که آوردید با ممنونیت قبول می کنم. هرچی اینجا هست از آن من شد. به زیر بالین دست برد. همیان دیگری از آنجا برآورد. اینها را بگیرید. هر دو همیان را به نزد شاعر گذاشت. به شما این تحفه من برای خرج سفر لازم می شود. کمال متردد شد و چی گفتنش را ندانست. چشم به سوی معجزی دوخت. وی پیشانه چین کرد و اشاره نمود که همیانها را بگیرد. به صدها شاگرد درس گفتم. به کمال رسیدند. سخنش را ادامه داد نیکنام. 10 نفر به زیارت مکه رفتند. خود فرصت پیدا نکردم که به این مقصد رسم. نهایت فرتوت شدم. مجال سفر نماند. خواجه کمال، شیخ محمد، من از شما خواهش دارم. روزی که به مکه رسیدید از نام من هم نماز خوانید، سجده بیارید و در حق من دعا بگویید. استاد، نه، سخن مرا رد نکنید. خواهش دیگرم این است که قبل از وداع به من از شعرهای خود نمونه بخوانید. کمال بغایت متأثر شد. سپس خود را دست گرفته قرائت کرد. به روی دوست که رویش به چشم من نگرید، به خاک پاش که آن ره بر روی من سپرید. به پا گذشتن از آن سو نشان بی چشمی است. چو چشم نیست شما را به چشم من گذرید. حرام باد شما را که می خورید غمش. غمی من است غمی او، غمی مرا مخورید. همین که نام گدایان او کنید شمار، مرا نخوست گدای کمین او شمرید. بر عهد زهد تبسم کنان گذشت و بگفت، عجب که عمر گذشت و هنوز بیخبرید. ز بعد آن که دری دوست باز یافت کمال، اگر بهشت بگوید به دوزخش ببرید. سلمنا شاعر. آفرین. دست دراز نموده سری کمال را به آغوش گرفته بوسید نیکنام. خواجه مرا نخست گدای کمین خود شمارید. گفت واقعاً به درشتی های بساطی چیزی نگفتید مگر؟ کمال به معجزی سوال آمیز نگریست که چی باید گفت. وی اشاره نمود که گپ زند. استاد عذر می خواهم. 2 بیت انشا نمودم ولی به خود او نخواندم. به دست دوست عزیزم معجزی دادم که بعد از سمرقند رفتن بنده به وی بخوانند. اندیشه نمودم که مبادا به سفر خلل رساند. او به این قادر است. اندیشه کمال را تقویت داد سید فیروز. بیت را بخوانید بشنویم. کمال تمسخرآمیز لبخند کنان به قرائت شروع نمود. من به کوی بی کسی در روزی سخت، در بساطم نیست نی داود درخت. در جهانی معنی من لیک تاجدار،
زین بساطی پیش من مرغی کرخت. باه باه باه. گویان استاد خوشنود گشت. باعث رنجیده خاطری او در چی بود که نسبت شما درشتی کرد؟ وی به اذن من به اهل صحبت اعلان کرد که فردا مهمان او می شوم. این به نفس من رسید. از جای خیستم، به یاران عرض نمودم که فردا وعدگیم خواهش دوستم بساطی را قبول کرده نمی توانم. وی که خیلی سرخوش بود داد زد و گفت که این خواهش نیست، بلکه به عضو اهل شعرا حکم است که من به خانه اش بیایم. این سخن به نفس من سخت رسید. گفتم که بنده امر بردار نیستم. استاد شاید من حق نباشم، اما این سخنها علمم را تازه نمودند و من باری دیگر هر یار و برادر را پیش چشم آوردم. روزهایی که بنده ماتم زده بودم، اول شما برای دلبرداری آمدید. دیرتر همه یاران و همسبقان و اهل صحبت شعرای سمرقند آمدند. اظهار همدردی نمودند. یگانه شخصی که بنده را نپسندید، به حال جوییم نآمد، بساطی بود. من چطور به درگاه او روم، از خوان او نان بخورم؟ این طور که باشد معجزه این شعر شما را به او نمی سپارد. چرا استاد؟ به من باور ندارید؟ پرسید معجزه. اندیشه من دیگر است. وی شخصی تیر باطنی کینه پرور می تواند از شما قصاص بگیرد. این بیت را خودم به او می سپارم. به خانه دعوت می کنم، می خوانم و یک نسخه به دستش می دهم. کمال که جوانمردی تنومندی پروزن بود، از اشتر سواری خیلی خسته شد. به گردن اشتر آویزان شده به زمین فرآمد. از پهلوی کاروان پیاده قدم میزد تا بجلک پای بر یک غودیده راه می رفت. این مشقت از عذاب سجده روی های بالای اشتر کمتر بود، ولی او زود بیمدار گشت. ساربان دید که شاعر به زور قدم می بردارد و خسته حال شده است. به حالش رحم کرد. کاروان را به سوی بلندی روانه نمود. از سری تپه اطراف و کنار به مثال بحری پرموج قهوه‌رنگ می تافت. جا جا خاربنان به چشم می رسیدند و گویا در روی موج دریا شناور بودند. کاروانیان 44 اشتر را چوکاندند. بارش را فراورده به پای هر کدام کشان زده به چرا سر دادند. 3-4 تن دیدبانی می کردند که اشترها دور نروند. اشترها خاربنها را پیچانده به دهان انداخته چنان با اشتها می خوردند که یکی دیگری را دیده هوسش می آمد. ساربان به 6 اسب سوار مسلح آب و طعام داد و برای راه را دیدن و سنجیدن به 3 جانب تقسیم کرده فرستاد. دیگران به نزد جوال و تایهای ابریشم و پخته دسترخوان کشاده طعام می خوردند. ساربان از روی رسم و آیین سفر به هر کس نیمتایی نان و 1 پیالگی آب داد و دهان مشک را محکم کرد و خلطه توشه راه را بست. این ناشتای مقرری زود به پایان رسید. همه آمین گفتند و برخیستند. ساربان با خواجه کمال قدم زده صحبت می کردند. خواجه دلم خواتیر، گفت ساربان. روزی بازار در سرای تاجران 2 مرد بی بضاعت پیدا شد. نه چیزی می فروخت و نه چیزی می خرید. دم به دم نزد کاروانها رفته
به گفتگوی مسافران گوش می‌داد. ما بار سفر را بستیم و آنها غیب زدند. آنها چخیل آدمان بودند. چشمشان بیقرار بود و دوکانک، مشوش خاطر، سراسیمه بودند. از چیزی خوف داشتند مگر تکرار به تکرار به پس و پیش چشم می دواندند، از مردم دور می گشتند. از قول اهل کاروان راهی که ما می رویم بی خطر است. غم نخورید. خواجه مرا ببخشید. در عالم روشن راهی بی خطر نیست. یگانه راهی بی خطر راه قبرستان است. انسان بعدی که مرد به عالم فنا هم دوست گسیل می کند و هم دشمن. یاران با صداقت و حتی دشمنان بدکینه و پرعداوت هم به او مأوای جنت می خواهند، اما تا زنده اند چشم همدیگر را کافته به دستش می دهند. خلق و اطوار حیوانی انسان در همین است. همین خلق است که انسان را به کوی بد می برد، دزد می شود، غارتگر می شود، نهایت آدم کشی را نیز پیشه می کند. بناخواست کمال از راه باز ایستاد، به اندیشه فرو رفت. خواجه به شما چی شد؟ ببینید، نگاه کنید. با دست به درختی سکسول اشاره نمود شاعر که به شاخه‌اش رویمال شاهی زنانه از وزیش باد پرافشانی می کرد. کمال و شیخ محمد تازان به آن سو رفتنی شدند. ساربان از دست آنها داشت و فهماند که در بیابان دویدن ممکن نیست. وقتی دویدن ریگ پای کس را به چقور می کشد. هر سه با شتاب زدگی قدم زده به نزد درخت سکسول رفتند و دیدند که ماری عینکدار زیر درخت حلقه زده است و سر برداشته آنها را پیشواز می گیرد. از پس درخت دومش بیرون آمد و چشم به سوی مسافران دوخته تا دیرگاه گویا فهمیدنی می شد که این مخلوقان برای چی در این جایها پیدا شدند. نهایت چون دریافت که آنها انسان بدسریشت نیستند و نسبت ماران قصد بدی ندارند، سر به پایان انداخت و راه ریگستان را پیش گرفت. کمال خواست رفته از شاخ درخت رویمال را بگیرد، اما ساربان او را از رأیش برگرداند. صبر کنید خواجه، شاید اینجا مارخانه باشد، آن وقت از بحر رویمال گذر می کنیم. ساربان شاخ دراز شکسته سکسول را گرفت، به ریگ اطراف درخت چند بار خست، اما ماری دیگر نبرآمد. خواجه، این رویمال را باد آورده است. اگر صاحب آن اینجا دفن می شد، زیر درخت ماری زیادی می بود. در هر صورت این نشانه قسمت نیک نیست. کمال از شاخ درخت رویمال را گرفت و بوی کشید. حق به جانب شماست. از اینجا کاروانی گذشته است که در آن دختری یا جوانزنی بوده است. از چی به این خلاصه آمدید خواجه؟ رویمال نو آهری نیست، آن را مدت بسر بستند. از این بوی عطر می آید که دوشیزه ها بسر و لباس می پاشند. پس ما با راه غارتگران روانه ایم. برویم خواجه، زودتر برویم، تا تاریک شدن هوا هرچی دورتر رویم خوب می شود. تا منزل آباد چند فرسنگ راه است. اگر به ایست راه گردیم تا خفتن به اول گوسفند پروران می رسیم که آنجا کوشخانه داریم. اهل کاروان سراسیمه به اشترها مالها را بار کردند، به راه در آمدند. کمال در بالای اشتر، رویمال در دست، غرق خیال و اندیشه بود. چشمش را راه می برد. از پس پرده سراب
منظره نظر فریبی کناری دریای پرتلاطمی جلوگر شد. در باغ شکوفان به شاخی درخت زردالو رسن انداخته گلندام الوانجک می رفت. روی مال سرش گاه چهره اش را فرا می گرفت، گاهی به قفا می رفت و رخساره گلگونش به مثال ماهی از زیر ابر بیرون آمده می تافت. از دور آوازی حافظ خوشخوانی به گوش رسید که وصل و وصال عاشقان را ستایش می کرد. گلندام از ارغنچک فرو آمد، سرود خاموش گشت. دختر گل شاخ شفتالو را بوییده در بین درختان قدم زده از اشعار کمال غزلی خواند. کعبه کویش مراد است این دلی آواره را، بر مراد دل رسان یارب دلی بیچاره را. دل در آن کو رفت و شد آواره من هم می روم، گل شناسم خار را دیبا شمارم خاره را. گر از آن دامن بدین درویش وصلی می رسد، پاره می دوختم این جان پاره پاره را. پیش نااهلان چه حاصل ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چه ریزی مرغ ارزن خاره را. کمال سواری اسب از کوچه باغ روانه است. از قرائت خوش دختر مات و مبهوت گشته اسب را از راه باز می دارد. پای بر رکاب راست می خیزد، به صحن باغ می نگرد. گلندام در کنار جویبار نشسته به رخساره های لالگونش آب می پاشد. به نظر چنین می رسد که از حرارت طبع بلند شاعر جسم و جان او آتش گرفته است. دختر به کف دستانش آب گرفته می نوشد. شاعر می خواست شاخی پر از گل بشکند، به سوی گلندام هوا دهد. همین که دست به سوی درختان دراز کرد، آواز پردهشتی کسی بلند شد: ساربان! چادری خیالات شیرین پاره پاره گردید. شاعر سر پایین افکند. چی گپ؟ چرا داد میزنی؟ پرسید اکبری ساربان. از دور دیدم. سوار نفس راست کرده نمی توانست، با عذاب گپ میزد. دیدم که در پس تپه تلپک های سیاه قطارند. مرا دیدند، به گمانم کمین گرفته راه ما را می پایند. زود به سری آن تپه روید، بارها را فرارید، کمین گیرید و کسی از جای نجنبد. من از پهلو رفته بینم که بسیارند یا نی. اکای اکبر نروید، شاید در پهلو هم باشند. آگاه نمود سواره. من از پکی نمی روم. اگر به دستشان افتید فرق ندارد که پیاده اید یا سواره. اینجا باشید بهتر است. شما گفتاری هشتم را از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت شنیدید که آن به 675مین سالگرد بزرگداشت شاعر شهیر تاجیک کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.